دستمزد یه ماه رونالدو تو النصر 880 میلیارد تومنه. رونالدو با این پول تو ایران میتونه 52 تا لندکروز مدل 2016 یا 68 تا بنز اس 500 مدل 2014 یا 80 تا بی ام وی 730 مدل 2018 یا حتی 65 تا پورشه ماکان مدل 2018 بخره. در حال حاضر قیمت خونه تو بهترین نقاط شمال تهران متری 200 میلیونه و این یعنی رونالدو فقط با حقوق این ماهش میتونه 44 تا آپارتمان 100 متری تو بال شهر تهران بخره. محلی که برای اقامت رونالدو در نظر گرفته بودن سویت اسکایروم هتل اسپیناس پالاس تهرونه. این سویت که پنت‌هاوس هتل یه واحد 250 متری با کامل ترین امکانات مثل جکوزی با ویو رشته کوه البرز، اتاق خواب مستر، دفترکار و سرویس روم 24 ساعت است. هزینه اقامت تو این سویت شبی 45 میلیونه، ولی رونالدو با حقوق یک ماهش تو النصر میتونه این سویت رو 55 سال رزرو کنه. حالا اگر